دکتر مهرنگ بلوچ، ماه تابان بلوچستان، دختری از جنس آزادی است که در سال 1993 در کویته پاکستان به دنیا آمد. او فرزند عبدالغفار لانگو، یکی از قهرمانان مبارز در بلوچستان شرقی است. مردی که با میراثی از مقاومت در برابر ظلم حکومتی به تاریخ پیوست. عبدالغفار بارها به دلیل اعتراض به بی‌عدالتی حکومت دستگیر و شکنجه شد و سرانجام در یکی از این بازداشت‌ها جان خود را در راه مردمش از دست داد. مهرنگ بانوی جوانی که از دانشگاه علوم پزشکی بولان به عنوان پزشکی زبده فارغ التحصیل شده بود. اجازه نداد پرچمی که پدرش با خون خود برافراشت بر زمین بیفتد. از سال 2009 او نه تنها در عرصه پزشکی بلکه در میدان مبارزه علیه بی‌عدالتی و به ویژه در اعتراض به ناپدیدسازی‌های اجباری و کشتار بیرحمانه ملت بلوچ به دست حکومت پاکستان قدم به میدان گذاشت. رهبری او در جنبش مهرنگ و یا همان کمیته بلوچ یک جهتی صدای خشم و اعتراض ملت بلوچستان را به گوش جهانیان رساند و نوای اتحاد و مقاومت آنان را تقویت کرد. در لوای رهبری این بانوی شجاع بلوچ بزرگترین تظاهرات تاریخ بلوچستان رخ داد، جایی که زنان دلیر و مردان وفادار در همبستگی و همصدا با مهرنگ برخاستند و برای تحقق آرمانهای آزادی خواهانه خود پیمانی ناگسستنی با او بستند. آنها به رهبری دکتر مهرنگ با یک تظاهرات چند ده هزار نفری پای پیاده از شهرهای مختلف بلوچستان شرقی به نشانه اعتراض به ظلم حکومت پاکستان به سمت اسلام آباد حرکت کردند و از اینجا بود که این تجمع بزرگ مورد توجه قرار گرفت. مبارزات مدنی دکتر مهرنگ بلوچ که در سالهای اخیر توجه جهانیان و فعالان حقوق بشر را جلب کرده، او را در ردیف رهبران بزرگ و شجاع زمانه قرار داده است، تا آنجا که مجله معتبر تایمز او را در صدر رهبر نوظهور جهان معرفی کرد. امروز حکومت ستمگر پاکستان در برابر اراده آهنین ملت بلوچستان شرقی به رهبری این بانوی آزاده چاره ای جز تسلیم نمی بیند. او به خوبی فریاد مظلومیت ملت بلوچستان را در برابر ظلم و تبعیض و ناپدیدسازی اجباری هزاران بلوچ بی‌دفاع به گوش جهانیان برساند. دکتر مهرنگ توانسته بذر همبستگی و اتحاد را در دل مردم بلوچستان بکارد و به الگویی بی‌نظیر برای نسل‌های آینده تبدیل شود. مبارزات این بانوی بزرگ از مرزهای بلوچستان شرقی فراتر رفته و به قلب زنان و دختران بلوچستان غربی نیز رسوخ کرده است، به گونه‌ای که مادران نام نوزادان دختر خود را مزین به نام مهرنگ می‌کنند. او امروز الهام بخش همه کسانی است که در برابر ظلم و استبداد ایستاده اند. بیگمان دکتر مهرنگ بلوچ نه تنها در دل ملت بلوچ بلکه در تاریخ آزادی خواهی جایگاهی همیشگی و درخشان دارد. نام او بی تردید بارها و بارها از زبان ملت‌های آزادی طلب جهان به گوش خواهد رسید.